پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده خواهش بکنه تاجر از فقیر تا یه چتری بهش بده رو سرش بزنیم تا آفتاب. شاید حافظ بگه همچی حدیث از کجا آوردی تو کدوم حدیثی پیغمبر امر کرده صلی الله علیه وسلم که تاجر بره خواهش از فقیر بکنه در خونه فقیر بگه یه چتری به من بده تا رو سرم بزنم که آفتاب خیلی سوزانه، خیلی هوا گرمه؟ میتونه حدیث بیارید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تاجر روز قیامت زیر سایه صدقه شرکت میکنه. تاجر مسلمان روز قیامت زیر سایه صدقهش در دنیا حرکت میکنه. صدقه باید کی بگیره تا چتر بدن به تاجر؟ صدقه آدم به تاجر میده؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند صدقه بدید که آبروی برادر فقیرت و ضعیفت حفظ بشه، نیاد در خور دستش دراز بکنه آبروش بره، خودت برو بپرس ازش. صدقه بدید قبل از این که روزی برسه مال دست میگیری در خانه فقیر میزنی، در باز میکنه، سلام علیک میکنی، جوابت میده، بعد میگی برادرم برات خیر آوردم، صدقه آوردم. برادر فقیر بر میگرده میگه اگه دیروز آورده بودی من نیاز داشتم، امروز خدا نیاز منو برطرف کرده، مال خودت باشه. خدا اون روز نیاره که تاجر مالش رو دستش باشه در خانه فقیر بگرده، فقیر نباشه ازش تحویل بگیره، یه چتری رو سرش بزنن روز قیامت.